ابراهیم. داور اکرمچی نماینده جمهوری کرگیزستان ایران ایرالیه. داور اکرمچی نماینده جمهوری اسلامی ایران خسرویار داریوش علی. اکنون یک وزن بالاتر میریم دوستان عزیز. وزن تا 70 کیلو. پهلوان پیراهن سفید پوشیده این پهلوان است که برای مردم تاجیک آشنا است با لقب عزیز میرزا جمیل رمضانوف. نماینده جمهوری تاجیکستان میرزا جمیل رمضانوف. با یک صف نماینده جمهوری تاجیکستان مراجعه خلیفه. مولا رجب خلیفاєв پهلوان است که در مسابقات فدراسیون روسیه جایزه‌دار است. این پهلوان یک تک سبز پوشیده، یعنی دو پهلوانه که اگر میرزا جمیل رمضانوف پهلوانه که در شهر دوشنبه مخصوصا در جمهوری تاجیکستان اگر او را خوب شناسند میان مردم تاجیک آشنا باشد. خلیفاєv مولا رجب پهلوان است که در مقیاس روسیه در چمپیونات روسیه جایزه‌دار است و یکی از پهلوانان خوش‌داله در گشتن جودو محسوب میشود. حالا اکنون مبارزه آنها برای به دست آوردن نشان طلا یا شاه جایزه دوم بهره به دست آوردن دومی شاه جایزه نبرد میکنند. میرزا جمیل رمضانوف اکنون کنار میرود. مولا رجب خلیفاєv حالا برای به دست آوردن امتیاز ببینید رقیب را در وزن تا 70 کیلو چرخ میزناند. آفرین. اگر عزیز میرزا جمیل رمضانوف اگر کمر قپد در کمر داشتن برای مولا رجب خلیفاєv مشکل میافتد، ولی خلیفاєv پیوسته هجوم میکند و با قول دیگر همون اصول اسکندری را خوب به کار میبرد. در وزن تا 70 کیلو نبرد میان این دو پهلوان خیلی خوب صورت دارد. حالا داور درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان سیراجدین در اینجا خطاب میکند که ایستید. سیراجدین چاریف. خلیفاєv سمت راست پیشان میگیرد. مولا رجب چست و چالاکی پهلوانان گویا این دو رقیب را با هم روبرو میآورد. خیلی با شجاعت مبارزه میبرند، خیلی با یک سرعت بلند حرکت میکنند. اصلا این بار دیگر است که در اینجا هر دو پهلوان با یک شجاعت بلند نبرد میبرند. حالا با قول دیگر همون کمر داشتن رو برای میرزا جمیل رمضانوف پیش بینی میکنند. برای این خاطر مولا رجب خلیفاєv الکی میرزا جمیل رمضانوف رو درک کرده است، میفهمد اگر رفت و کمر دارد تمام. از این خاطر این دو پهلوان از اصول‌های و روش‌های یکدیگر خیلی خوب باخبر هستند. خلیفاєv رمضانوف اگر پدر میرزا جمیل رمضانوف اینجا حضور می داشت شاید بسیار مخلص از همه اگر بگویم که در تمامی گشتین های عزیز یا میگویم میرزا جمیل رمضانوف پدر او را همراهی میکند. یک نفر که پیوسته از هنر پسر هر لحظه باخبر. یک بدن پهلو داور مرکز میدهد. آفرین. داور مرکز از ازبکستان، داوران کناری از کرگیزستان و ایران هستند. اینجا بی‌طرفی است. حالا حالت تکرار رو میخواهند که ببینن. در اینجا سرداور تقاضا میکند اگر حالت تکرار رو ببینیم چی بود، یا بدن یا پهلو.
فکر میکنم بادام بود. پهلو بود. بله پهلو بود. این قبول است. نبرد پهلوانان اکنون با شجاعت و سرعت بلند سرعت افزایی میشود میان این دو پهلوان. حالا برای به دست آوردنشان جایزه مولا رجب خلیفه‌ایف و هم مرزا جمیر رمضانوف جهد میکند. کی نمیخواهد شد جایزه؟ اوه این دومین بدن است. ما فکر کردیم که دومی پهلو. نه، یک پهلو یک بدن، یک بدن یک پهلو. حالت تکرار رو میخواهیم ببینیم. اینجا تقاضا دارن تو حالت تکرار رو ببینیم چی است، پهلو است یا بدن است. برای ما بدن فیروز بختی بیکف کارگردان، زیادین سفرف هیئت کارگردان در آنجا حالت تکرار رو سر وقت برای ما نمایش میدن و اهل تکنیکی که در کامران ناروف است، دیگر و دیگر نفرانی که در آنجا نشسته حالت تکرار رو پیشکش میکنند. بله اوه آن اکنون دیدید این پرتاب حلال است، حلال چون کمر دریافت کرده زمین باید فرود. آن این است دوستانی عزیز. در وزن تا 70 کیلو مرزا جمال رمضانوف آفرین. چوبال عقابان دو بازو کشودن همین است. بیزن رقیبان از زمین بر هوا همین است. همین است که هر آن کس که به گشتی نبرد آورده است همین است سری مهده هم دیر آورده. این است پرتاب جذاب و جالبه که در اینجا مرزا جمیر رمضانوف بر اوه یک سالتای دیگر برای مخلصان در وزن تا 70 کیلو شو جایزه نوبتی برای مرزا جمیر رمضانوف که این پهلوان شجاع کشور به این مقام رسید. وزن 80 کیلوگرم شویب داری بالا گیریم خسرت شویب داری کنجی